درود بر همراهان عزیز. ما نقشه را گذاشتیم درباره لایحه عموما بگیم معلومات دادیم. اما میخوایم که ما داخل لایحه بریم و سودا کار قسم هر یک بگیم تجهیزات را به یکدیگر بررسی کنیم. یعنی هر یک نقشه را که ما نقشه عمومی گفتیم کدام تجهیزات در کجا است و بریم هر یکی اونها را فرض ما همین بگیم زیر که داریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا قسمت دارد. کاملا بگیم بحثش کنیم که ببینیم چه نقطه مهم است. سر اول نقشه یکمی که ما داریم از شدت بلند، درآمد شدت بلند و خانچه یک جی یک است. یک جی یک چی بود؟ یعنی همین قسمت بود، یعنی درآمد اساسی که 10 کیلوولت ما از اینجا وارد میشد. ما در اینجا در نقشه هم بینیم خیلی ساده است. بینیم اینجا که درآمد بود و یک کلیدی وصل قطع داشتیم که حتی زیری بار هم نیست. اما در نقشه شب بینیم که ما چند تجهیزات داریم در اینجا بچه، یعنی اون هم کاملا گذاشتم در کار. یعنی این قسمتی بگیم قدرتیش است و این قسمتی کنترل. یعنی ما در همون خانچه که اون است ما یک چند تجهیزات دیگر هم داریم. چون یکم چیزی که ما داریم، اگر این نقطه را اهمیت یعنی این نقطه را ما قسمت بگیم ایندیکاتوری است که ما میتونیم ما میبینیم شدتی بلنده پیوست بودن و نبودن شد که از این قسمت است. یک دو تجهیزات داریم ما DXN. خب اگر تونم این کتابچه شد DXN برای شما. خب DXN این که من داشتم DXN یعنی همین است. خب این چی است؟ های ولتیج لایت دیسپلی. خب یک تجهیزات ساده است بچه که هر صفت شما را این همون نشان میده. هم تجهیزات همین بگیم فاز یکم دوم سیم در طرف 10 کیلوولت سخن رفته است که هست یا که نیست. کاملا اون چیزی خاص نداره، اون چیزی نیست. فقط ببینید طرز پیوست ببینید ABC هست تو فاز ما و یک تو کانتاکت است. ریلی خودش یک کانتاکت میده. خب وابسته به مدلی که دارد. خب مدل خودمون رو میبینیم مقایسه میکنیم که کدامش است نقشش دار. خب ما چی مدل داریم؟ DXN 10Q. خب DXN A باز این NB است از من افتاد 10Q QB است اینجا. خب همین مدلی که اینجا نوشته است درست است یا که نیست با ما. همون نقشش چگونه است؟ چی دارد؟ این نوشته که از یک تا ریله دارد K1 و K2 و ABC دارد. خب اینم کدامش؟ این هم دارد یک تا ریله. خب این ندارد، فقط دیسپلی است. این چند تا ریله دارد؟ این یک تا ریله دارد. شد از یکی از همینا. خب همینی ما باشد. این به کدام خاطر است؟ چون که همین تجهیزات ما چی داریم؟ DK1 ما یک اتومات ساده است که در نقشه ببینیمش ایر سیرکیت بریکر ACB اتومات ساده همون میگیم مثلا قط میبینیم برای کنترل ما چیم از شدتی 220 ولت استفاده کرده هستیم برای کنترل. خب وقتی که من همین اتومات DQ1 پیوست کنم خب با همین کنترل من منبعش تامین میشه. نقشش بود جوی فکر کنم عرض پیوستش من همین نه منبعش، یعنی این منبعش ببینیم پاور اینپوت یعنی K1 و K2. خب منبعش یعنی منبع پیوست میشد و همون کنترلی که برای فقط نشان دادن بگیم سه فازی ما هست طرفش 10 کیلووات. خب که گیران میشد یعنی وصل میشد. خب DXN لایو دیسپلی. خب با چی داریم ما؟ DSN الکترومغناطیسی لاک قلفی الکتریک موزل به این برمیگردیم. یعنی یک تجهیزاتی که ما در اینجا داریم. خب ببینید قسم رفتگی هست الکترومغناطیسی لاک قلفی الکتریکی هست در اینجا. یعنی وقتی که این منطقش با کدام خاطر است؟ وقتی که اگر یکم فاز ما گم میشد خب یک ریله اینجا فعال میشد. یک ریله DSN بگیم رقمش هست اینجا یا که نه DSN و جدولی که ما در DSN من DSN AMZ مدلش هست رقمش نیست. یعنی همون ریله ما فعال میشد و یک کانتاکت یک جایی روی میکنه. شاید که برای قطع کنی باشد یک منطق داره. یعنی یک فاز ما گم باشد قلفی الکتریکی میمونه. شاید که ما طرفی بگیم 10 کیلوولت را پیوست کردن وقتی یک فاز ما
گم باشد. یا فازی ما بگیم پرچلگی باشد. یک تجهیزات دیگه داریم کنترلر مینیاتور بحث بر این چی است؟ تمپرچر کنترلر. یادتون اگر باشه ما در درس‌های قبلی درباره همین کنترلر حرارت گفته بودیم. مدلش کجاست؟ فکر کنم همین بود. یکی در اینجا هم اگر که نه مدلش می بود بیمارش NK تیره NTH. نه این نیست. بگیر انجام بدید. بیا از چینی بگیم معلومات خطایش NK جستجو میکنیم و میخوام که عکسی همون چیز از خیمش شما رو نشون بدم. اون چیزی خاص نیست. شما نفهمید. یعنی ما کنترل حرارت هم در اینجا داریم. خلاصه همین. من شکلش همین است بچه. ببینید دو تا داتچیک، دو تا سنسور داره، حتی منبع داره، دو تا داتچیک داره. در نقشه که ما داریم با فکر منم دو تا حس کننده داریم یا یک تا حس کننده داریم. جی ار یکی ما یک تا سنسور موجود داریم. جی ار یکی ما چیز جی ار یکی ما انگلیسیش میریم محمودتر است. جی ار یکی ما نه این بخشش این گرم کننده این سنسور نه. سنسوری ما من اینجاست رقم یک و دو اومیدیتی سنسور رقم یک و دوی ما سنسور ما اینجاست هل میکند و گرم کنه که ما رو خب یعنی این کنترل ما حرارت هم میدیم اگر شد که از حد خنک شود بگیم ما قسمت ما خنک رو گرم میکنه. ببینید این هم گرم کنه بس در اینجا سنسوری ما اینجاست یعنی سخم این درست تر است شبیه همون چیزی ما است از روی نقشه. این سخما برای چی است؟ این کنترل میشود بس بر خب اینم باز باشه 220 کنترل میشه وقتی که من اتوماتیک دیگه دورا ایران میکنم. خب کنترل این کی تی ما منبعش پیوست میشد و کار میدارد. خب حرارت چین میکند اگر که حرارت در کل باشد فرض کنیم گرم کنه که ما گیرون میشد. خب یک تا چراغ هم در اینجا موندگی هستیم کابینت اینتریور لایت برای چراغ‌های کابینت گیران کردن. اینجا یک تا کلید بود است که ما گیران میکنیم چراغ همین داخل همون خانوچه گیران میشه. دیگر باقی مونده چی دارد که از اینجا ببینید مدل گفتگی هست ترمینال ها هستن. ترمینال همون جایی که سیم پیوست میشن ترمینال ها را همش رقم گذاری کرده است و گفتگی است از اینجا باش دو تا سیم شما که از فاز نول هستن کجا میرن تو adjustment کابینت با کابینت دیگر میرن تو لو ولتج این کمی کابینت یعنی با اون قسمت ها بگیم برآمدن میرم. ما دیگر تجهیزاتی که نافهمی که در اینجا داشتیم چی است اگر قسم بررسی کنیم دیگه یک و دو یعنی اینا اتوماتای ساده ما هستند. خب DXN ما بود این کنترلری برای کنترلری فازها بود و نبود فازها را میسنجید. ZMD این چراغک بود. خب یک چراغک ایندیکاتور ما هستن GCGA تا CGC. خب ببینید این قسمت است که ایزولاتور ما اومدگی هست و اومدگی از ایزولاتور ما گرفتگی هستیم 10 کیلوولت به داخل همین تجهیزات همین کنترلر چه پیوست کرده هستیم. خب خیلی خطرناکه تجهیزات ما 10 کیلوولت پیوست است و چی داریم جی آر یک یعنی همون گرم کنه هیتر باز که در داخل کابینت اگر حرارت پایین اومد گرم دی اس ان این یک ریله داریم که ما اینو میتونیم که بیا در کجا از قلف موندگی است مدلش هم چی هست اینجا دی اس ان شاید یک اونجا اومدگی است. خب نقشه وقتی که بررسی میکنیم علاقه معلوم میشد که کجا اومدگی است. خب این کم بود کنترلری حرارتی ما بود. دیگر با کنده یک اون چیز نیست جمع شماره که ما چند تا از این
هجرتك دوري.